هر کی این دسر رو بخوره قطعا دستورش رو ازتون میخواد. سلام بر همگی، به کانال من خوش اومدید. امروز میخوایم با همدیگه یه دسر بسیار خوشمزه و آسون رو درست کنیم که با کرم فوق‌العاده‌اش همه رو عاشق خودش میکنه. من اسمش رو گذاشتم تیرامیسوی وطنی. بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید و از میل کردنش لذت ببرید. بفرمایید شروع کنیم. اول کرممون رو آماده میکنیم. برای کرم 5 قاشق غذاخوری سرپر شکر رو با 2 قاشق غذاخوری سرپر آرد مخلوط میکنیم. دقت کنید که حتما قاشقاتون سرپر باشه، وگرنه آخر سر دسرتون امکان داره شل بشه یا شیرینیش کم باشه. شکر و آرد رو با هم مخلوط میکنیم و از 2 لیوان شیری که داریم 1 لیوان رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا آرد و شکر توی شیر حل بشن. حالا 2 تا زرده تخم مرغ رو اضافه میکنیم و باز خوب هم میزنیم. حالا میریم سراغ پختن کرممون. 1 لیوان شیر رو داخل ظرف رو میریزیم و بقیه موادی که با هم زده بودیم رو از صافی رد میکنیم و به شیر اضافه میکنیم. باید مرتب همش بزنیم تا شروع به جوشیدن کنه. وقتی که جوشید 1 دقیقه هم مرتب هم میزنیم تا کامل بپزه. حالا از روی گاز برمیداریم و برای اینکه خنک بشه توی ظرف دیگه میریزیم. وقتی که هنوز کرممون داغ هست 1 قاشق غذاخوری بهش گلاب اضافه میکنیم و با همزن میزنیم تا هم اگه گلوله‌ای از آرد داخل کرممون باشه اون از بین بره، اون باز بشه و هم گرمای اولیه کرممون خارج بشه. بعد روش نایلون میکشیم و میذاریم یخچال تا کاملا خنک بشه. حالا خامه قندتی که از فریزر در آوردیم و گذاشتیم تا کمی شل بشه، ازش حدوداً 6 قاشق خامه برمیداریم و با استفاده از همزن خامه رو خوب فرم میدیم تا کاملا خامه سفت بشه. کرممون رو از یخچال در میاریم و اون رو هم یه دور با همزن هم میزنیم. الان موقع اضافه کردن پنیره. من از یه بسته 200 گرمی پنیر ماسکارپونه حدوداً 170-180 گرمش رو استفاده کردم. شما اگه دوست دارید طعم پنیر رو بیشتر احساس بکنید میتونید همه 200 گرم رو استفاده کنید. این بستگی به ذائقه خودتون داره. حالا خامه فرم گرفتن بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم و میذاریم یخچال تا بریم برای آماده کردن بقیه موادمون. شما بافت این کرم رو ببینید، عین پنبه است، خیلی سبک و خیلی خوشمزه. حالا یه محلول نسکافه‌ای برای رسوندن بیسکویت‌های لیدی فینگر آماده می‌کنیم. من از 2 بسته از این نسکافه‌های آماده استفاده کردم. اونو با 1 قاشق غذاخوری شکر و 2 لیوان آب کمی گرم استفاده کردم تا نسکافه خوب حل بشه. ولی آخر سر از این مواد من اضافه اومد. شما میتونید از 1 لیوان و 1/4 لیوان آب هم استفاده کنید. حالا اینا رو یه کنار میذاریم تا خنک بشه و کاملا به دمای محیط برسه، وگرنه بیسکویتامون له میشه توش. 1 بسته بیسکویت لیدی فینگر من دارم که اونا رو نصف کردم و الان تمام موادمون حاضر هستش. بیسکویت ها رو توی شربت نسکافه میغلطونیم و ته ظرفامون میچینیم. حالا یه ملاقه از کرممون رو روی بیسکویت ها میریزیم و با قاشق کمی صاف و مرتبش میکنیم. حالا دوباره لایه دوم بیسکویت ها رو میذاریم
برای لایه کرمی من کرم باقی مونده رو داخل کیفی که به سرش یه روی وصل کرده بودم ریختم و روی بیسکویت های لیدی فینگر پایپ کردم. حالا میذاریم یخچال. حداقل باید یه شب توی یخچال بمونه تا خودشو کاملا بگیره. ترامیسو رو از یخچال در میاریم و روش کاکائو علک میکنیم. برای تزیین روش من از شکلات سفیدی که رنده کرده بودم و از این شکلات های رنگ استفاده کردم. شما هر طور که دوست داشته باشید میتونید تیرامیسوهاتون رو تزیین کنید. حالا من این چیدمان رو آماده کردم، چای رو هم کنارش ریختم. بریم که تستش کنیم. فقط میتونم بگم به 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 از این طعم، به به از این بافت. فکر میکنم که تصویر خودش هم گویا هستش. بهتون پیشنهاد میکنم حتما استفاده کنید. اگه امتحانش کردید حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی. به خدا نگهدار.